خب این مورد کمی درسته، چون که بیشترین پتنت ها و اختراعات به نام ادیسون ثبت شده، اما تمام این اختراعات رو خود ادیسون نساخته دیگه، میدونیم. یعنی همین الان اشاره کردم که یک عالمه محقق و دانشمند توی شرکت خودش داشته، اینها به نام شرکت توماس ادیسون این پتنت ها رو ثبت می‌کردن، نه به نام خود توماس ادیسون. خلاصه که اکثر داستانایی که در مورد ادیسون گفته میشه چندان حقیقت نداره. البته ادیسون همونطور که گفتم آدم کم هوشی هم نبوده دیگه، اما عمده توانایی ادیسون توی شم اقتصادیش بوده. مثلا داستان سرمایه‌گذاری روی همین لامپ‌های روشنایی که صحبت کردم خیلی جالبه. توی یکی از شب‌های نزدیک کریسمس بوده، ادیسون تمام روزنامه‌نگارها و سرمایه‌گذارا رو به پارکی توی نیوجرسی دعوت میکنه. قبل از ورود ادیسون دستور میده تمام مسیر رو با لامپ‌هایی که خودشون تولید کردن آذین بندی کنن به قولی. وقتی که مهمونا میان با چیزی که روبرو میشن تا اون زمان حتی شبیهش رو ندیده بودن، یک روشنایی عظیم توی شبی تاریک. این نمایش اونقدر جذاب گیرا بود که حتی با اینکه محصول نهایی آماده نشده بود، سرمایه‌گذارا دست از پا نمیشناختن